د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستۍ ترینګلتیاوې لا هم دوام لري. سره له دې چې د پاکستان یو پلاوی کابل ته سفر کړی، خو تر اوسه داسې څرګندې نښې نه لیدل کیږي چې د مذاکراتو بهیر دی په عملي ډول پیل شوی وي او یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره کوم روښانه پرمختګ شوی وي. بلخوا پر ایران د امریکا او اسرائیلو له ګډو بریدونو وروسته ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې جګړه به ژر پای ته ورسیږي. نو د بحث اساسي پوښتنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ روانه جګړه به کله پای ته ورسیږي؟ آیا کابل ته راغلی پاکستانی پلاوی کولی شي دا کړکېچ راکم یا پای ته ورسوي؟ او د امریکا او اسرائیلو له ګډو بریدونو وروسته به په دې تقابل کې ګټونکی څوک دی؟ واشنګټن که تهران؟ سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ، د انعکاس ځانګړي خپرونې ته ښه راغلاست. زه مسعود مطمئن یم د همدې موضوع د څېړلو لپاره له موږ سره د سیاسي چارو شنونکی سید عبدالهادي هدایت صاحب راسره دی. قدرمن هدایت صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. پیل له دې څخه کوو چې د کابل اسلام آباد جګړه به تر کله پورې دوام وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر مطمئن صاحب. من هم از شما تشکری میکنم که فرصت گذاشتید برای این قضایا. در ارتباط با قضایای و تنش‌های موجود در میان اسلام آباد و کابل خدمت شما عرض بکنم که این یک پدیده نوی در میان این دو کشور نیست. سالیان متمادی هست که در میان این دو کشور تنش‌های لفظی، سیاسی، دیپلماتیکی و حتی نظامی در گذشته ها وجود داشته است و حالا هم جریان دارد متاسفانه. و این توقع از این کشور اسلامی و همسایه دائمی و ابدی ما نمی رفت که اینها گاهی ناگاهی در رابطه با یک سری قضایای هایی که البته آنها منافع خود در او می بینن باید این قضایا با گفتگوها حل شود، چون برای انسان ها بخصوص برای مسلمانان خداوند یک نیروی بسیار قوی را برای ایجاد گفتگوها و به نمایش گذاشتن تمدن بشری که اگر قضایایی و یا تنش‌های با وجود می آید اینها باید با گفتگو حل بکنند، نه اینکه متوسل به جنگ شوند، به ابزار نظامی شوند. به هر حال این قضایا تنها مربوط به این نیست که پاکستان منافع خود را می بیند. متاسفانه یک سلسله حرکت های نیابتی که در اواخر صورت گرفته قطعا محسوس است که پاکستان در شرایط این تنش ها را دامن زد که افغانستان و یا کابل با یک سلسله پیشرفت های دست یافته بود در عرصه‌های مختلفی. بنابراین این قضایا سبب می شود که با گسترش روابط کابل با کشورهای همسایه و جهان اونها تحمل همچو وضعیت را در کابل و یا در سطح منطقه و جهان نداشتند. بنابراین با بهانه‌های مختلف اینها وارد صحنه پیکار شدند. ندانستند که مردم افغانستان در دوره‌های مختلف تاریخ در برابر این کشورکشایی ها، اشغال ها و استعمارگری ها به دنیا ثابت کردند که یک کشوری الحمدلله اسلامی که همیشه در برابر اشغال، در برابر استکبار، در برابر دشمنان دین و افغانستان و دشمنان اسلام با همان نیروی ایمانی که دارند اینها مجهز و مسلح هستند، تکراراً به اثبات رساندن که از همچون حرکت های راسی ندارند. و بخصوص اگر در کشور ما مداخلات بیرونی صورت میگیرد، چه نقض حریم هوایی باشد چه زمینی، در هر حالتش این ملت با همان زور بازویی که دارد در برابر مداخله‌گران پنجه نرم میکنه و ایستادگی میکند که عملاً شما شاهدش هستید. بله. هدایت صاحب، کابل ته پاکستانی پلاوی تازه راغلی دی. نو تاسو په نظر دغه جګړې ته به د پای ټکی کیږي یا به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب وکولی شي منځګړیتوب وکړي؟ دقیقاً شما اگر به این ماموریت های تکراری که صورت گرفته در گذشته متوجه شوید، این ماموریت ها دو پهلو دارد. یک پهلوی از مربوط می شود به
تصمیم گیری های حکومت پاکستان که افراد و اشخاصی را توظیف میکنن تا اونها بیاین به منظور میانجیگری در میان این دو کشور، اما ماموریت های مخفی دیگه هم دارن که اینها برای استمزاج دولت افغانستان چه دولت های گذشته بوده و حال و برای استمزاج روحیه مردم و کسب اطلاعات دیگه. به هر حال هیئت های زیادی رفت آمد کردن در رابطه با قضایای کابل اسلام آباد، اما اینها صلاحیت اجرایی نداشتن. می آمدن گفتگوهای خود می کردن و سلسله معلومات های خود جمع آوری می کردن، باز انتقال می دادن به اسلام آباد. بله. ما مطمئن امیدوار هستیم که چنین قوتی به وجود بیاید که اینها بتانند راهی حلی را برای معضله و تنش‌های اسلام آباد کابل پیدا بکنند. اما نظر من این است که در اینجا ما دو موضوعی را باید به دست کم نگیریم. نقش دولت‌ها با دولت‌ها در قضایا، در گفتمان‌ها از لحاظ گفتمان‌های سیاسی و دیپلماتیکی اینها جای خود دارد. بله. و اما نقش که باز ملت‌ها با ملت‌ها بازی میکند، چه علمای باشد، دانشمندان باشد، بزرگان و مشران قوم و رهبرهای جریان‌های سیاسی بوده باشد، اگر اینها گفتمان‌هایی را در میان ملت‌ها با ملت‌ها آغاز بکنند و یک ایرم فشاری را تعیین بکنند برای دولت‌ها که اینها یک مقداری انعطاف نشان بدن برای حل منازعات یا تنش‌ها در میان کشورها. یعنی اشارتون به کدام کشور هسته؟ مثلا کدام کشورها باید میانجیگری کنند در مثلا بین حال افغانستان و شما ببینید پاکستان؟ اعتماد و اعتباری را که افغانستان با کشورهای دوست و برادر و کشورهای اسلامی دارد، ما توقعی از کشورهای غیر اسلامی نداریم. بله. و اعتمادی هم که واقعا دولت و ملت پاکستان با کشورهای اسلامی دارد، اونها بدون طرفداری دیگه، بدون جانبدارانه مداخله بکنن، قضایا را آسیب شناسی بکنن و مداخله بکنن در میان این دو کشور، به نظر من راههای رسیدن به این هدف خیلی نزدیکتر است نسبت به این که یعنی آقای هدایت، تقاضای توقع شما بیشتر از کدام کشورها باشه به میانجیگری میان کابل و اسلام آباد؟ خب ما در قضایای مربوط به افغانستان که ما اشاره به کردیم، گرچه پیشگام ترین کشورها در حل این منازعات در این دوره های اخیر قطر و ترکیه بوده است. بله. قطر هم یک سلسله مناسبات هایی را که با کابل دارد و بی تاثیر نبوده، ولی از لحاظ این که ترکیه هم یک کشور اسلامی است و در قضاهای افغانستان همیش او غیر جانبدارانه واقعا دخیل بوده. و فراموش نکنیم که کشورهای همسایه مثل ایران هم بی تاثیر نیستند در قضاهای افغانستان، که اینا هم پیشنهاداتی برای میانجیگری داشتن که متاسفانه گاه پاکستان رد کرد و یا گاهی سکوت کرد که ایران را در میانجیگری قدر زیاد حق نداد. به اساس چه حق نداد به نظر شما؟ خب پاکستان مناسباتی را که با مناسباتی را که ایران و یا تهران با کابل داشت، تفاهم و تعاملی را که داشتن، پاکستانی تو فکر میکرد که شاید ایران جانبدارانه مداخله بکند. بله. به خاطر اونا را اجازه ندادن. اما وقتی که هیئتی از ترکیه و قطر هم آمد، بهانه‌گیری های از اونا زیاد شد. در قطر مذاکرات صورت گرفت، پاکستان بهانه‌گیری ها کرد. در ترکیه مذاکرات صورت گرفت، پاکستان بهانه‌گیری ها کرد. متاسفانه این مذاکرات در گذشته ها و میانجیگری ها در گذشته ها نتیجه نداد. و حالا هم که این اقدام صورت گرفته، امیدوار هستیم با توجه به اینکه تنش‌ها در سطح کشورهای منطقه و خاورمیانه بیشتر شده است، بتانند مسلمانان به خصوص کشورهای اسلامی، کنفرانس اسلامی، اینها به این قضیه رسیدگی ډېره مننه. قدرمن هدایت صاحب، کراسو د امریکا او د اسرائیلو ګډو بریدونو ته چې په ایران یې وکړل، چې په دې پایله کې د ایران ستر مذهبي مشر سید آیت الله خامنه‌ای خپل ژوند له لاسه ورکړ، او اوس تازه ټرمپ تازه څرګندونې کړي چې دا جګړه به زر پای ته ورسیږي. تاسو په نظر ګټونکی واشنګټن که تهران دی؟
خب هر دو طرف ادعا میکنن که برنده جنگ ما هستیم. بله. وضعیت موجود و تحلیلی که ما از وضعیت موجود داریم، چون آغازگر جنگ اسرائیل و آمریکا بوده، با یک محاسبه غلط اونها جنگ در دادن و این اقدام نظامی تروریستی از یا منجر به شهادت آیت الله العظما خامنه ای شده، رهبر جمهوری اسلامی ایران و سران دولت، که احساسات مردم ایران را خدشه‌دار کرده و اینها با یک جنگ تماما عیار اعتقادی و توأم با آمادگی های نظامی اینها تصمیم گرفتن که باید انتقام جویانه عمل بکنن و قبلا هم گفته بودن که هر نوع مداخله و هر نوع آغاز جنگ در برابر ایران مفهوم جنگ در سطح منطقه و خاورمیانه را به عنوان کارشناس سیاسی خودتان چگونه مثلا ارزیابی میکنید؟ آیا برنده ایران است یا امریکا؟ قطعا چون آغاز جنگ را آمریکایی ها و اسرائیلی ها کرده و اینها هدفمندانه و بسیار شعوری میرزمند، علائم نشان میده که به توفیق الهی انشاءالله جمهوری اسلامی در برابر استکبار و صهیونیسم خونخوار برنده است. پس آقای هدایت، بازیگر اصلی این حملات پاکستان علیه افغانستان و حملات مشترک اسرائیل و امریکا علیه ایران، بازیگر اصلی از این حملات کیست؟ ببینید، از واقعیت نگذاریم. اظهارات را که ترامپ داشت، گفت که من تصمیم حمله نظامی با ایران نداشتم، ولی وسواسی را که نتانیاهو کرد احساسات ما تحریک شد، ما در کنار نتانیاهو ایستاد شدم، ایران زدیم. اگرچه که تنشا میان آمریکا و ایران وجود داشت و مذاکرات هم جریان داشت که باید جنگ نمیشد، مذاکره به نتیجه میرسید، اما اسرائیل با آمریکا اینها دو روی یک سکه هستند، اما در تنش با قضایای افغانستان و پاکستان شک وجود نداشت که اعلامیه‌ای که صورت گرفته بود از طرف امارت اسلامی و این اعلامیه هم وضعیت را به گونه‌ای ساخت که اونها نگران شدند و تصمیم داشتند که جنگ را با ایران در بتن. در این مرحله شاید که این تنشی به وجود آمده از طرف پاکستان با کابل هم بی تاثیر از دستورات آمریکایی ها و اسرائیل نباشه. بله. پس به نظر شما امریکا در جستجوی چی است؟ آیا اصل هدفش از حملات ضعیف ساختن اسلام است یا هم به مادیات و منافع اقتصادی میپردازد؟ قطعا یک بحث اساسی، بحث اعتقادی هست. قرآن کریم ناطق است که ما به او ایمان داریم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هیچگاه اسرائیل و آمریکا اینها طرفدار برزی نیستند و خوشبین نیستند که کشورهای اسلامی قوت نظامی و سیاسی پیدا بکند و در پالوی دیگر در قلمرو ارزشمند اسلام سرمایه های نفته در دل زمین و دریا وجود دارد. اینها از یک طرف میخوان اسلام ضعیف بسازند و از طرف دیگر برای به دست آوردن این ارزش ها اقتصاد خود تقویت بکنند. بحث در کنار این همه مباحث بحث اقتصاد هم هست، بحث تقویت اقتصادی هم هست. به این اساس آمریکایی ها و متحدینشان هدف اولشان ضعیف ساختن اسلام و ضعیف ساختن کشورهای مقتدر اسلامی هست و در پهلوی ازی اونها منافع متعدد دیگری را سراغ دارند که دنبال اون گمشدهای خود میگردند. آقای هدایت، به نظر شما آیا حملات به پایگاه نظامی افغانستان توسط پاکستان در جهت تضعیف حکومت افغانستان می باشد؟ وقتی که آمریکا و اسرائیلی که نمیخواهد ایران یک کشور اسلامی مقتدر باشد، متحدین و هواخواهای آمریکا و غیره اینها هم نمیخواهند که افغانستان دارای یک حکومت قوی از هر لحاظ بوده باشد. حالا که افغانستان هم از لحاظ امنیتی وضعیتش خوب است و هم یک حاکمیت مبتنی بر اراده خودشان را اینها تانستن که تمثیل بکنن در افغانستان، این هم مایه نگرانی برای آمریکا، برای پاکستان و غیره کشورهایی هست که از اینکه یک قدرت اسلامی، یک نظام اسلامی که الهام بخش
برای کشورهای اسلامی ضعیف دیگر باشد، اونا نگران هستند. قطعا اینها در صدد تضعیف حکومت افغانستان هستند. سلامتشون آقای هدایت. پاکستان هر بار ادعا میکند که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود، اما امارت اسلامی این ادعاها را رد کرده، در حالی که از پاکستان به خاک افغانستان سلاح وارد می شد. قاچاق خود امارت اسلامی یا را گرفتار کردن، 500 میل سلاح بود. پس متهم کی هستند؟ ببینید، ما با گذشته ها بر نمیگردیم، ولی در شرایط کنونی در طی این کمتر از 5 سالی که ما شاهد هستیم این وضعیت واقعا وجود داشته است که یعنی از طرف پاکستان هم به خاک ما هم تسلیحات سرازیر می شده و هم افکاری برای مخشوش ساختن اذهان عامه علیه امارت صورت می گرفته و در عین زمان این اتهامات را که اونا وارد می کنند ما در بحث های مختلفی هم در رسانه ها گفتیم که اینها باید با اطلاعات دقیق اسنادی را بکنند. یعنی یک سلسله معلومات های غیر واقعیت که اونها اون نقاط را عملیات کردن، خب مردم های بیگناه و مظلوم و بیچاره و اطفال شهید شدند. این هیچ کس بخصوص در رمضان مبارک این جرمی را که اینا مرتکب شدن با توجه به این که اونها فتوای جهاد علیه افغانستان دادن، چه بهانه‌ای دارد این ملاهای درباری پاکستان که جهاد علیه مردم افغانستان اعلان کردن و اینها در شبانگام در رمضان مبارک خواب از چشمان مردم ما را بودن و مردم ما را بر گلیم غم نشاندن و تأسیساتی را که اینها حمله کردن بالایش در نقاط مختلفی، اینها باید اصلا مستندسازی بکنن، به اثبات برسانن، بعد اتهام بزنن بر بالای دولت و ملت افغانستان. بله. در بابت که شما اشاره کردن که علمای پاکستان فتوا دادن که مثلا علیه افغانستان جنگ یا جهاد کنید، پس به نظر شما علمای پاکستان خودتان چگونه ارزیابی میکنید؟ ما در میان ملت پاکستان اقشار مختلفی از علما را داریم. من پیشترم اشاره کردم به عنوان علمای پاکستان، اینا چند جریان مربوط به آیس های پاکستان وجود دارد که از او طریق اینا الهام میگیرن. در گذشته هم این فتواهای غلط را داده بودن، در گذشته هم اینا فتواهای داده بودن و حالا هیچ بهانه‌ای در افغانستان وجود ندارد که اونا اعلان جهاد بکنن علیه مردم و دولت افغانستان. و اگر مواردی وجود دارد بیاین با هم زانو بزنیم، از دیدگاه شریعت اسلامی بررسی بکنیم که فتوای جهاد این ملاهای درباری پاکستان علیه مردم و دولت ما از کجا سرچشمه میگیره. بله. آقای هدایت، چرا پاکستان در پی بی‌ثباتی در افغانستان است؟ مثال براتون بگویم که کشورهای بیرونی یا کشورهای منطقه همسایه در افغانستان سرمایه گذاری میکنه، اما یا از طرف پاکستان بی‌امنیتی برشان ایجاد میکنه، بی‌امنی را برش ایجاد میکنه، از افغانستان یک تصویر منفی را به جهان ارائه میکنه. پس چرا علتش چیست؟ چند مورد وجود دارد این مسئله که شما اشاره کردین. اولی که اگر بگوییم که افغانستان دروازه تجارتی برای کشورهای آسیای میان است و یا به تعبیر بعض سیاسیون گذشته که میگفتن چهارراه تجارتی است. بله. دیگر مسئله از قرار است که در افغانستان اینها نه از لحاظ اقتصادی یک نظام مقتدر میخوان، نه از لحاظ سیاسی و کوشش میکنن که در اینجا همیشه دولت ها و یا ملت افغانستان در این عرصه ها ضربه بزنن. بنابراین افغانستان یک موقعیت ژئوپلیتیکی که دارد قابل تحمل برای این همسایه ناخلف ما نیست، چون اونها خودشان هم مشکل اقتصادی دارن ولی از دنیا مدیون هستند، ولی ما که داریم آهسته آهسته بر بالای پای خود از لحاظ اقتصادی و سیاسی ایستاد میشویم، اونا تحمل دیدی همچون وضعیت در افغانستان ندارن. به این اساس عملا شما میبینید که با این تنش هایی که اونها با وجود آوردن بزرگترین ضربه اقتصادی را خودی از وا دیدن. بله. بالاتر از ما فکر میکنم که شاید بالاتر از 10 میلیارد نه که شاید بیشتر و بیشتر اونها در این چند ماه تنش ها را دامن زدن، آسیب دیدن. بله.
اینها دیگر نمیتونن با این جنگشان، با این ایجاد ناامنی ها و غیره اقتصادشان را تقویه بکنن. اونا فکر بکنن که بیاین سنگ و سیمیت و ریشه های پیسته و لین و ولدر و آبادی های افغانستان و ایران بکنن، آهن افغانستان را که باقی مانده از جهاد دور افغانستان با روس ها بود ببرند و حتی اینها کباله ها را میبرند. اینقدر محتاج هستند. بله. ما الحمدلله به هم محتاج نیستیم. گفته میشد که پاکستان از کشورهای همسایه قصددار است. من نظر شما چگونه است؟ آیا راست است؟ پاکستان کوشش میکند که این رازها بیرون نبراید، ولی اینها چند صد میلیارد دلار مدیون کشورهای مختلف جهان است، بخصوص آمریکایی ها، بخصوص از آمریکا. اینقدر که اینها در خدمت آمریکا قرار میگیرن، خب به خاطر همین موضوعات است که چگونه امتیاز بگیرن بتونن از این مدیونیت آمریکا و بعضی کشورهای مقتدر دیگه نجات پیدا بکنن. بله. در گروه همچون معاملات اینها زمینگیر هستند. په وروستیو کې که هدایت صاحب دا راته وایي د دغو جګړو ګټونکی به کوم پلوی وي؟ اخر د دې لوبه به چاته ورپاتې کېږي او څوک به یې ګټي؟ ببینید بازم برمیگردیم به آن اشاراتی که قبلا داشتیم که ما این دروغ نیست و مبالغه نیست که ملت افغانستان در یک قرن 3 امپراتور جهان شکست داده. بله. و الحمدلله به زور بازوی فرزندان افغانستان هرگاه اگر این تنش‌ها و جنگ‌ها ادامه پیدا بکند، باز برنده این میدان مردم افغانستان خواهد بود. چرا ما برای دفاع از ارزش‌ها، آبرو، عزت، تمامیت ارضی، نوامیس ملیمان هدفمندانه و با شعور می‌رزمیم. اینها غلط کردن، محاسبهشان غلط است. اونها برنده میدان نیستند و ما متکی به داشته‌ها و توانمندی‌ها و اعتقادات خودمان هستیم. هر کسی که از آدرسی کشورهای بیرونی خواسته باشد بیاید در افغانستان، اونها به هیچ وجه برنده نیستند. اونها باز هم رسوا و شرمنده می شوند. هر حکومت دست نشانده در کشور ما بالاخره به شکست مواجه شده است. حکومتی که در دل مردم ها راه پیدا می کند و حکومتی که مبتنی بر اراده مردم افغانستان به وجود می آید، در هر حالتش برنده همونا است. بسیار زیاد تشکر از آقای سید عبدالهادي هدایت، آگاه مسائل سیاسی. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم نړۍ مننه. تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو، تاسو په لوی رب سپارو. تر بیا ښې چارې علامو مل شه.